قسمت بعدی خوش بندی. من اینجا یه ذره پشت سر هم اینجوری فیلم میگیرم، اینجوری میشه پشت سر هم فیلم میگیرم. بچه ها یه روز میفرستم برات. خودم هم بخوام فیلم های خودم هم ببینم، شاید اصلا نخوام ببینم. بچه مخصوصا یه چی بهتون بگم که اینو آجوره رو گذاشتم. بچه ها این آجور نارنجیه و توی این بازی است که شما میتونین هر جایی دستتون رو بذارین، شاید یه هویی اومد واسهتون با بازی شد. من دستم کجه، من خودم با چیز نمیزنم، با از این چیزا نمیزنم، دست خالی با گوشی نارم میزنم. بچه ها خودتون یاد میگیریم وقتی یه 100 بار بازی کنید. من من 108مین بارمه، یعنی 200. الان 300 من بار بازی کردم. الان 300 بار من بازی کردم. و میخوایم اینو پر کنیم واسه در چی شد؟ چون که در ما میخوایم اینجوری کردم. گفتم در کو بچه همین الان هم داره من بدبختی رسیده. من یه جور میگم بدبختی. این فرق نداره واسه من. اینجوری میشه. مثل میخوایم یه خونه بسازیم که حتی ویلیجر هم جاشه. این خونه برای من فیده، کسی را نمیدم توش. نه خود من اینو میذارم همینجوری، میله میذارم. اگر اینو میله دارم، اینو میگم میله این محافظ شده. خب بچه ها تو این روز که خیلی به پایانه، تو قسمت بعدی تا چهار قسمت واسه تو میذارم، چون که میخوام 4 قسمت میذارم برای یه بارش دیگه 5 قسمت میشه. تو یه چیز شما پیداش کنی، چون که 1 سال میخوام برستون فیلم بزنم. و اگر منو سابسکرایب کنی بعدش، سابسکرایب از اینایی که پایینش یه چیز داره درازه، اونو بزنید، این دسته رو بزنید و پایان دیگه تموم، هیچی بزنید.
همین خواستم. چون که بچه ها من بیشتر شما رو دوست دارم. بیشتر شما چجوری اونو سابسکرایب میکنی من نمیکنی؟ بزرگ باشه کوچیک باشه، هر بزرگتری باشه کوچیک‌تر باشه باید لایک و سابسکرایب و باید ببینی. بزرگتر کوچیک‌تر فرق واسه من نداره. من اگه میخوای من رو سابسکرایب کنه و از فیلم های خنده دارم رو ببینه، سعی کن نخندی و توی یه بار دیگه میذارم که خودم تنهایی بخندم. اگه بخندی باختی. خیلی باش بار یه زن روش رو زیاد. خب نشتید خب اینو داشت بچه ها، چون که این قسمت خیلی باحاله من اینو گذاشتم و من اینو هیچ وقت نمیذارم به خاطر بچه های گولم گذاشتم. رسیدیم، یعنی نزدیکشیم، ما واسه میله شدیم. یه زایی دیگه مونده با خدا شکرت. زامبی اینجاست. اشکالی نداره، مهم اینه که خونمون رو درست کردیم. بلا مجرد میرم بعدش آیرون گولن میارم فوقش. خیلی خوب من درست کردم. این تا پایان نداره. من نورش کجا بزنم؟ نه اینو بذارم اینجا دست. بچه ها من آیرون گولن رو دیگه همه تون میشناسید. آیرون گولن چیه؟ چجوری شما نگید شاید شما اصلا که رفتن نشنست رولش آیرون گولن. آیرون یعنی چیز فلز. دیدی بچه ها چقدر زامبی؟ بچه اینجا این قسمت هم به پایان رسید. تو بای بای شما یعنی خدا حافظ بچه. بای بای.